مهاجرت در شرایط امروزه برای جامعه جهانی یکی از روندهای ناگزیر گردیده هر کشوری را در خود فرا پیچیده است. قانونگذاری کشورها نیز برای شهروندان امکان آزادانه انتخاب کشور زیست را و اقامت دائمی و یا موقتی را فراهم آورده است، ولی صرف نظر از آن که نماینده هر ملت یا نسل در کدام کشور که نباشد او برای همیشگی در قوم و قبل خود باقی میماند. محبت عبدالرحمانова اگرچه مدت هاست که با اهل اویلش در فدراسیون روسیه کار زندگی میکند، ولی این کشور را برای همیشه انتخاب نکرده است، زیرا او تاجیک است و وطنش باشد تاجیکستان. محبت با کارهای کشاورزی مشغول بوده در زمین نزد حولگیش سبزوات زیادی را کشت نموده و از آن شرایط اقتصادیش را بهتر کرده است. محبت با زمزمه چنین روبایهای خلقی خود را در وطن احساس نموده و آرزوهای همچون سبزه دستش بوده را در دل میپرورد. سرم خمه آبی دیده میریزه زیره زیره یار برگکی زیره زیره یار. او علک اقلیم محل خود و فدراسیون روسیه را به خوبی آموخته است و از چگونگی روندهای سینوپتیکی آن آگاه است. محض همین است که او به خوبی از عهده پرورش سبزوات برآمده ایستاده است. اقلیم فدراسیون روسیه کمتر خنک‌تر است. برای همین ماهای مای ما به گرمخانه میگذرونیم. اول اینکه ما در خانه دانه که این رو شینونده به یشکچه ها تیار کرده رصد میکنیم، آورده بعد به گرمخانه ها میگذرونیم. در این گرمخانه شینوندیم پمیدور، بایمجان، قلنفرهای شیرینک و تیزک، بادرینگ. ما در تاجیکستان 2 مرتبه میکاریدیم. در فدراسیون روسیه 1 مرتبه کاشته میشود. نازکی‌های بسیار دارد. این نهال‌ها هم می‌خواهند مثل کودکی نو با احترامانه با نگاه و بین کردن در کار. با وجود اینکه اگر در گرمخانه باشد زیادتر می‌خواهد نگاه و بین را، برای اینکه اینجا گرمخانه بگاه دراشون پوشیدن در کار، هنگام روشن شدن اینها رو دراشون کشودن در کار. منو بسیارتر نگاه و بین رو نقض می‌بیند گرمخانه ها. اما مدامی که در بیرون میشینونیم با هوای بیرون خود را حمایت کرده میتواند. در برابر ذخیره نمودن این میوه و سبزوات البته ما میتوانیم آن را به بازار برده به فروش گذاریم، زندگی خود را پیش بریم. با این مهنت حلال خود محبت عبدالرحمانова میخواهد دسترخوان خانواده‌اش پر از ناز و نعمت باشد. در برابر این چنین آرزو را به هر یک هموطنش تمنا دارد. آسایشتگی وطن و زادگاه اجدادیش آرزوی همیشگی محبت است. ما به نگاه بین این سبزوات هایی که در حولی نزدیک خانه شیناندگیم و گرمخانه می توانیم که شرایط خود را خوبتر کنیم. دسترخوان پرناز و نعمت تیار می شود از این. با وجود اینکه اویله من اویله کلان است، 3 پسرچه دارم، شوهرم. ما چند سال باز در فدراسیون روسیه زندگی داریم. با انمین مهنت حلال خود عمر به سر برده ایستادیم. گرچند که ما در فدراسیون روسیه عمر به سر در برابر فعالیت کاری باید رعایت ترتیبات و قانونگذاری کشور انتخاب کرده اش را بجا آورد، زیرا احترام و بجا آوردن مقررات حقوقی برای شهروندان خارجی احترام ملت کشور اقامتش است. یکی از مشکل‌هایی که کارشناسان ساحه اون رو در سرخط اول جای دادن این پایمال کردن حقوق‌های مهاجران است. یعنی مهاجر را با هر گونه راه و اصول به تطبیق کردن قرارداد به کار جلب می‌نمایند و با بهانه‌های زیاد از پرداخت نمودن مزد مهنتی آنها سرکشی می‌کنند. البته در این سمت مهاجران نیز باید
دقیق‌کار باشند و با دام چنین فریبگران ناختند. با چنین وضع مشکلی نه تنها مهاجران تاجیک بلکه بیشتر مهاجران روی عالم روبرو می‌گردیدند. هر یک شهروند وقتی که به کشور روسیه میاد باید کوشش کند که زبان روسی رو باید داند. باید آنها کوشش کنند که اجازت کاری باید دسترس کنند. وقتی که اجازت کاری دسترس کردن، کارفرمایی که به همونا با کار تامین میکند باید از همون کارفرما حتما شرطنامه باید طلب کند. با اساس همون شرطنامه اینها حقوق خود رو طلب کردن میتوانند. شرطنامه ها که داشته باشد با ما که مراجعت کرد ما با خیلی آسان میشود که ما حقوق همونا را حمایت کنیم. وقتی که همونا شرطنامه ندارند و حجت گذاری ندارند ما حقوق آنها را حمایت کردن من مشکل است. Трудности всегда бывает. Даже я гражданин России. مشکلی ها همیشه رخ میدهند. حتی که من شهروندی فدراسیون روسیه را دارم اما بعضا با مشکلی های روبرو میگردم که برای حل آن وقت زیادی سپری میگردند. مهاجر وقتی که به قلمرو فدراسیون روسیه وارد میگردد باید او از قید مخصوص خدمات مهاجرت گذرد و خود را در سراغ معین به قید بگیرد. لیکن موردهای دیده میشوند که ما مکان به قیدگیری را پیدا نمیکنیم. مشکلی دیگر این که مهاجران کار را در بخش‌های گوناگون مخصوصا در فعالیت ساختمانی آغاز میکنند و هم ما را در جریان نمیگذارند و هم با کارفرما شرطنامه مهنتی نمیبندند. البته در این حالت‌ها حقوق پایمال کنی به قید گرفته میشود. یعنی کاردهنده حق پرداخت مزد مهنتی کارگر را نمیدهد که با سبب نبودن قرارداد طرفین ما نمیتوانیم چاره‌های ضروری اندیشیم. به هر حال در همه گونه حالت میکوشیم تا برای برطرف کردن مشکل مهاجران سهمگذار باشیم. یک مسئله مهم دیگر که برای مهاجران مشکلی اساسی به شمار می رود این در منطقه دور جایگیر بودن نمایندگی یا کنسولی تاجیکستان است. یعنی برای به ترتیب آوردن حاجت‌های لازمه مهاجر تاجیک را ضرور است که از ولایت نیژنی نوگورود به باشقردستان اوفا که مسافت زیاده از 1000 کیلومتر راه را تشکیل می‌دهد برود. این در حالی است که مسافت نیژنی نوگورود تا به شهر مسکو همگی 400 کیلومتر راه را تشکیل می‌دهد. پس برای مهاجر آسان‌تر می‌بود که به پایتخت فدراسیون روسیه شهر مسکو برود. در این حال هم خراجات آنها کمتر می‌گردد و هم مسافت کوتاه‌تر می‌شود. من این وضعیت را مشکلی اساسی مهاجران نیژنی نوگورود می‌دانم. Вот это единственная такая проблема у нас. در بیشتر شهر و ناحیه‌های فدراسیون روسیه نمایندگی‌های تاجیکستان و جمعیت‌های تاجیکان عمل می‌کند که فعالیت آنها برای حل مشکل‌های مهاجران نگرانده شده است. اما فعالیت چنین جمعیت‌ها نیز نمی‌تواند با پررگی مشکل‌های مهاجران را برطرف نماید. Мы в трудные моменты приходим нашим таджикистанцам, выходцам с Таджикистана на помощь. در لحظه‌های مشکلی ما با کمک هموطنان خود می‌شتابیم. زیرا بیشتر مهاجرانی که به قلمرو فدراسیون روسیه وارد می‌شوند در اول با مشکلی‌های گوناگون دچار می‌آیند. اولین کاری که ما انجام می‌دهیم به ترتیب آوردن حاجت‌های لازمه آنهاست، چون که این برای هر یک مهاجر اولین درجه است. پس ما کوشش می‌کنیم که هموطنان ما صاحب جای کار گردند. آنها فعالیت را در سمت‌های صاحب کاری، وزارت و اداره‌ها، تندرستی و ساختمان آغاز می‌کنند. اینچنین با تحصیل کنندگان از تاثیر خود را در سمت انتخاب کردنشان می‌رسانیم. با آنهایی که ضرورت فرزندان خود را برای تعلیم و تربیت در کودکستان و مکتب‌ها دارند بی‌طرف نیستیم. همزمان حالت‌های نیز دیده می‌شوند که مهاجران با یکدیگر ازدواج می‌کنند که برای به رسمیت درآوردن نکاح آنها نقش جمعیتی ما نظررس است. با جز از این سوال‌های زیادی است که برای پاسخ پیدا کردن مهاجران تاجیک تلاش می‌کنیم. Мы решаем их вопросы. Вопросов очень много. معرفی فرهنگ و عنعنه‌های مردمی نیز یکی از بخش‌های مهم دانسته می‌شود. هر یک فرد حتی مهاجران نیز باید سهم مناسب خود را در شناسایی ملت خود گذارند. چون این طربخانه و آشخانه‌های ملی تاجیکی را کس در فدراسیون روسیه دیده خوشحال می‌گردد. هر یک آن با خصوصیت‌های مخصوص ملی آرایش یافته است و طعام‌های تاجیکانه در آن پیشنهادی مزاجان می‌گردد. با این مانند آشخانه‌های زیاده را در منطقه‌های گوناگون فدراسیون روسیه و خوردن ممکن است.
صاحبکارانی که چنین نقطه‌های خدمت‌رسانی معیشی را به استفاده داده‌اند نه تنها درآمد می‌بینند بلکه فرهنگ ملت خود را نیز معرفی می‌نمایند. ولی صاحبکاران در وقت به استفاده دادن چنین مکان باید به عنصرهای فرهنگی نیز توجه نمایند. این چنین برگزاری چهارمین‌های مختلف نیز در معرفی فرهنگ و تاریخ مردم ما نقش باسزایی دارد. یکی از جشن‌های عنعنوی مثال در ما نوروز است و یک دیگرش از جشن‌های عنعنوی ما استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است که ما استقلالیت رو بردست کردیم و دیگرگونی‌های دولت رو ما را می‌بینیم. ما خیلی فخر می‌کنیم. В России к нам относятся очень хорошо. مردم فدراسیای روسیه نسبت به خلق ما مخصوصا فرهنگ قدیمی ما احترام مخصوصی دارند. در این روند ما نیز چاره‌های ضروری را برای معرفی فرهنگ قدیمی مردم تاجیک می‌اندیشیم و کارهای زیادی را به سامان می‌رسانیم. همه سال جشن فرخنده نوروز را با شهامت خاصه تجلیل می‌کنیم که خلق روس دوستدار این جشن‌اند و در تجلیل آن مردم زیاد جمع می‌شوند. حتی شخصان والامقام فدراسیای روسیه نیز در این گونه چهاربینی‌ها شرکت ورزیده از تماشای آن لذت می‌برند. این چنین نمودهای گوناگون ورزش ملی مخصوصا گوشتین دویر می‌گردد و ساکنان زیادی فدراسیای روسیه را جمع می‌آورد. در این گونه چهاربینی‌ها ما شرکت کرده فرهنگ ملی خود را معرفی می‌نماییم. نظر از پیشترها حاضر خیلی پیشروی مردم تاجیک خیلی زیاد است. شرکت‌های خوب دارند. کار و فعالیت‌ها ما در کارهای دولتی سیاسی فدراسیای روسیه دکتر هستند و ادمنستراتور گورد بام هستند، مغازه‌های خوب و کارهای ساختمانی، راهبرای ساختمانی مردم تاجیک هم می‌بینیم در اینجا. کارشناسان بر آن نظرند که فعالیت مهاجران هم به کشور قبول کننده و هم به کشور صادر کننده مهاجران منفعت خوبی اقتصادی داشته می‌تواند. از این لحاظ در صورت تنظیم همه‌جهته روند مهاجرت می‌توان از نقض حقوق پیشگیری کرد و بر تکان اقتصادی کشور اساس گذاشت.